یک چیز فراموش نکنید که پیامبر ما گفتن لخلوف و فم صائم اطیب عند الله من ریح المسک. همون دهن روزدار وقتی بوی میکند الله مهربان گفته است به طرف من محبوب تر است ای بوی مشک دیده. برای همین بعضی از صاحبای مذهبم دهان مقصد مسواک کردن یا با زبونای پس شستن مکروه دانستن. گفتن اما بوی دهن از مقصد دهان روزدار دور کردن در کار نیست، برای که الله همو بوی دهن روزدار را دوست می‌دارد. لیکن در مسئله آمده است من برای شما گویم که مسواک زدنم یعنی روزهاتون را نمیشکنه. سلام علیکم برادر فیروز جان. و علیکم السلام. اگه خودتون اشکال هیچ کیسی؟ خیلی خوب است. ماشاءالله. چند خشیده میدونی میکه؟ یک دیتا 5 minut شده. حتی هم یک 15 minut دیگه صبر کنی 20 minut جا. انشالله که به حد راحتی خوب میکنی. زنهایی هستند که با دست چپشون خوراک میپزند، میگویند خوراک پختشون حلال نیست. این درست است؟ نه، هیچی باکی نداره. خاک دست ای هم دستی چپ هم دستی راست هم دسته. آدمی است که با دست چپش آموخته شده خوراک میخوره. برای همین با توصیه همینه که حرکت کنید که با دست راست کنید. اگر عادت کرده باشین دیگر نتانین انشاءالله یگان زیانی نداره. و حتی اگر هم قصدن هم با دست چپش خوراک هم بپزد خوراک یو حرام نمیشه. برای نمازهای قضایی رو 4 رکعتی فرضش رو همه را به سوره میخوان یا نه؟ نه، همون قضایی که ما و شما داریم همون 2 تا به سوره 2 تا به سوره همون خیلی میخوانیش. قضایی را هیچ وقت به سوره نمیخوانن، یعنی 4 تا را به سوره نمیخوانن. همون طرزی که چلی که همون پیشین مای عصر مای از من قضا شید همون 2 تا به سوره 2 تا به سوره میخوانیم. میگویند که طفل نوزادی که اگر دختر باشد در او اذان نمیگویند. نه، چی باکی ندارد. اگر طفل هایی که تولد میشوند خواه بچه باشه خواه دختر باشه حتما ما در او اذان میگیم. اگرچه حتما هم نباشد لیکن اذان برای دختر و برای بچه فرقی ندارد. خب زنی که صاحب چند فرزند است، همه را عائله دار صاحب خانه میکند، خدمت شوهر را به جا میآورد، به زیارت حج نمی رود، ثواب زیارت را میگیرد یا نه؟ باید حتمی به زیارت حج رود یا نه؟ شاید یگان زن که باشد وقتی که مبلغی حج در دستش دارد در مذهب امام ابو حنیفه علی الفور میگه، یعنی اگر همین ماه ما پولدار شدم اگر ماه دیگه اگر ماه حج باشد باید حتما من رفته حج ما ادا کنم. زیرا اگر حج ادا نکنم تمام کار خیری روی دنیا را اگر بکنم لیکن حج در گردن ما ای گردن ساقط نکنم پیش الله مهربان جوابگرم برادر عزیز. خب نماز تراویح رو تا ساعت چند شب خواندن درسته؟ اگه تا همین دمیدن صبح، اگر حاضر دمیدن صبح مقصد در تاجیکستان ما 4 اگر 15 باشد ما تا ساعت 4 میتونیم که مقصد همون تراویح را که اگر نخوانده باشیم میتونیم که ادا کنیم. نیت روزه رو با زبان گفتن حتمی است. نه ما جوگای خوابت که خستی مقصد اگر برای خوردن سحر خرک که باشد همون خستن همون دسترخوان پرتافتن همونها خودش علاقه نیت شرط نیست که شما من امروز روزه میگیرم. همون نیتی که در قلب میگذرانین علاقه همون خودش اعتباره. خب سوداگرانی که چیزهای میده چویده میفروشند حساب کردنشون وقتی زیاد میگیرد چگونه باید
اونها زکاتیان. اگه سوداگر البته چشمش خودش دیگه علاقه بگیم که ترازو شدگیه، یعنی اگر سوداگری که در اون دکانش میدراید و میده چویده بسیار دارد، اینها میتونن که با تخمین، یعنی تخمین اینها حتی خطا نیست. مثال اگر هم خیلی دکانش نگاه کنن، در تخمینش اگر $5000 گذاره، برای آنه که شبهه از بین برود همراه 6000 حساب کنه. خدا خواهد شبهش هم دور میشود، زکات هم انشاءالله درست میشود. خب شخصانی بیمار روزه گرفتن نمیتونند، اینها چی کار کنند؟ البته شخص بیمار الله مهربان رخصتش داده روزه را میخوره. وقتی که تن درست شید، طبابتاش تمام شید، خدا خواه بعد روزش قضا روزه میگیره. خب روزه رو پیش از شام خوریم یا بعد شام؟ البته به البته شما میتونید که روزه ها تونه همین اولی وقت که در آمد، حاضر من کلندر را نگاه کردم، در تاجیکستان انا 7 و 9 داده است. روز اولی رمضان 7 و 9 داده است. اگر ما در همون 7 و 9 از 7 9 تا میگذرد، اگر در او روزامون کشویم، مقصد نفس همون آرام کنیم، بعد اگر در نماز شام مشغول شیم، اینش بهترین عمله و عملی هست که الله دوست می‌دارد. ما بیستیم مقصد با بعضیمون چخیله یه چی سراستیم همیشه، مثلا چی لازمه؟ لازمه برادر عزیز، با حدیث پیغمبر ثابته که محبوب ترین بنده به سوی خداوند همون کسی که همه اولی وقت در آمد و بعد روزش کشایه پیش ای نمازش، زیرا که در درون نمازی بود بین هوش گوش تر در همون خوردن و نوشیدن تای دیگه ای نماز دیگان لذت کیفیت نمیبری. خب در دندان پخته مانی برای شمال نخوردن دندان روزه میشکند یا نه؟ روزه نمیشکند. اگر ما در دندان همان هر چیزی که مانیم برای آنه که حفظ دندان ما شود و شمال نخورد، یگان زیان بر روزه ما ندارد. فطر روزه را با چی گونه شخصان دادن در کار؟ بیوه، صغیره، آدم کمبغل. ولی همین نفرهایی که شما گفتین، بیوه، صغیره است، آدم کمبغل است، شما صدقه های فطرتانه همین ها را بتینالی ممکن مبلغ شما انیق نمیدون که همین 2 کیلو گندم نرخ بازار قطعی حساب کنین، انشاءالله همون درسته. خب استاد حدیث ها چند نمود می شوند؟ اکو برادر عزیز مسئله عدد حدیث ها را من حساب نکردم که چند نمود حدیث هست، لیکن حدیث ها خیلی زیادن. مثال ما میگیم حدیث صحیح، با همین حدیث صحیح با چند قسم تقسیم می شود. میگیم حدیث متواتر، خب انا خبر احاد، انا حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع. بین چند نوعهای، یعنی حدیث ها خیلی برادرای عزیز انا نوعهاشون زیاد می شود. خب در وقت روزه‌داری از دندان خون برآید، نفهمیده اگر فرو بری روزه را میشکند؟ نه. رنگی چخیلی که همی آبی دهن تا فرو میبری، اگر به شرطی که همون یک مقدار خونی که از بیخ دندان جدا میشوه و همون اگر فرو هم که بردی وای روزه تا نمیشکند. خب زن در ماه رمضان حیض بیند، بعدا نماز تراویح با او قرض میشود یا نه؟ یعنی زنی که اگر به شرطی که در رمضان مبتلای بیماری حیض می شود، این گونه زنها انا فقط روزه شون قضا می دارند. حتی نمازهای نه تنها تراویح، همون نمازهای 5 وقت هم در گردنشون قضا داشتنش نیست دیگر، یعنی اونهاش الله مهربان مغفرت میکنه. این بود. از من باز یک چند سوال دیگر در پیش دارم. این سوال هاشم یک بار برای شما خانم. سوال دادن که در چشم دارو چکاندن، اگر در چشم دارو بچکانین روزتون نمیشکنه.
فقط چکاندن دارو را از بینی یا از طریق دهان اینها را یا از قسمی پس مقصد اگر داروی را که داخل میکنین اینها را مقصد مقعد میگیم. از همین راه ها اگر دارو را داخل نکنین انشاءالله از طریق چشم دارو چکاندن یگان زیان بر روزهاتون نداره. سرمه کردن هم همچنان گفته است در رمضان اگر ما اسمه کنیم سرمه کنیم، سرمه هم کردین، یعنی حتی آنقدر سرمه را میگه زیادی کرده که سیاهیش حتی در همه حلق هم که بیاید روزه تا نمیشکنه. یعنی سرمه کردن، اسمه کردن، خوشبویی کردن و اینها روزه را نمیشکند. یا آدمایی که مسواک میکنن، مثلا مسواک چوبه ها هسته شما دنداناتون را دویم تازه میکنین، همون هم انشاءالله بر روزتون اگرچه آبم پیدا کنه آبشان فرو هم که بری همچه آبی دهنه و مثال روزای شما را نمیشکنه. لیکن یک چیز فراموش نکنید که پیامبر ما گفتن لخلوف و فم صائم اطیب عند الله من ریح المسک. همون دهن روزدار وقتی بوی میکند الله مهربان گفته است به طرف من محبوب تر است ای بوی مشک دیده. برای همین بعضی از صاحبای مذهبم دهان مقصد مسواک کردن یا با زبنای پس شستن مکروه دانستن. گفتن اما بوی دهن از مقصد دهان روزدار دور کردن در کار نیست، برای که الله همو بوی دهن روزدار را دوست می‌دارد. لیکن در مسئله آمده است من برای شما گویم که مسواک زدنم یعنی روزهاتون را نمیشکنه. همچنان آوازی هم اگر شما آوازی هم کردین، اگر در مثال بگیم که بسین ها دا یا در دریاها هم که آوازی کردین، حرکت کنین که همین آب از طریق بینی ای گوش ای دهن ای همین آب ندرایه، آوازی کردنش یگان زیان به ضرری روزه شما نداره.